وقتی به حجاب به نمایش میبرایی خیال میکنی خیلی کاری خوبی کرده ای؟ زنی که به نمایش میبراید و زیبایی‌هایش را برای مردان نشان میدهد بدترین زن عالم است و از جمله زنان منافق به شمار میرود. چون این زن اگر توبه نکرده بمیرد داخل جنت نمی شود و حتی بوی جنت هم در مشامش نمی رسد. چون این زن از جمله دوزخیان و لعنت شده است. من کسی را خصوصی حکم نمی کنم که تو فلانی دوزخی هستی یا تو فلانی منافق و بدترین هستی، بلکه پیامبر خدا را به شما می رسانم. از پیش خود چیزی نمی گویم. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می فرماید و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می‌گذارند و متکبر هستند. آنها منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. تکبری چون این زنان در آن است که وقتی به آنها نصیحت کرده شود از روی تکبری میگویند تو به من چی کار داری؟ کار خودت را کن. یا مانند چنین سخنان را میگویند. خواهرم، پیامبر خدا صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند، مبادا از جمله زنان دوزخی باشی. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می‌فرماید دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه دوزخی زنانی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس پوشیدند که تنگ و تنوک یا نیم برهنه است. این حدیث در روایت احمد و ابن حبان با چنین الفاظ آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می‌فرماید چون این زنان را لعنت کنید زیرا آنها لعنت شده اند. خواهرم، حالا هم دیر نشده است. نوالهایت را از شبکه ها پاک کن. توبه کرده به سوی الله بازگرد. مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که توبه نکرده باشی. به خاطر دنیای دو روزه آخرتت را برباد مده. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. پروردگارا، تو شاهد باش که من کلام حق را به این خواهران رساندم. پروردگارا، هدایت از جانب توست. زنهای مسلمان را هدایت فرما. اونها را از زنا و فحشا و منکرات دور بگردان. آمین یا رب العالمین.